چطور جمهوری اسلامی تلفن‌های موبایل رو هک میکنه و چطور میتونیم از خودمون در برابر این هک محافظت بکنیم؟ درود بر شما. من سروش مرادی هستم و توی این ویدیو میخوام به مهمترین موضوع این روزها، یعنی هک تلفن همراه توسط جمهوری اسلامی و روش‌های جلوگیری از هک شدن بپردازم. با من تا آخر این ویدیو همراه باشید و ویدیو رو برای دوستان خودتون هم بفرستید. هک و جاسوسی از طریق تلفن‌های همراه یکی از ابزارهای سرکوب این رژیمه. اما با اطلاعات کافی و اقدامات صحیح میتونیم از خودمون محافظت بکنیم. توی این ویدیو به بررسی روش‌های مختلفی که رژیم برای نفوذ به تلفن‌های همراه استفاده میکنه و همچنین راه حل‌های عملی برای جلوگیری از اون خواهم پرداخت. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اول از همه باید بدونیم که جمهوری اسلامی از چه روش‌هایی برای نفوذ به دستگاه‌های ما استفاده میکنه. برخی از این روش‌ها بسیار پیچیده و بعضی دیگه اما ساده و مؤثر هستند. یکی از روش‌ها بدافزارها و نرم افزارهای جاسوسی هستند. بدافزار یا نرم افزار جاسوسی ابزاریه که بدون اطلاع شما نصب میشه و اطلاعات شما رو به سرورهای مهاجم ارسال میکنه. جمهوری اسلامی از این نوع بدافزارها برای جاسوسی از فعالین سیاسی و مخالفین استفاده میکنه. مثلا یکی از بدافزارهای معروف پگاسوس هست که توسط شرکت NSO گروپ اسرائیلی ساخته شده و به طور گسترده توسط رژیم‌های سرکوبگر استفاده میشه. این بدافزار به طور مخفیانه به پیام‌ها، تماس‌ها، عکس‌ها، میکروفون و دوربین شما دسترسی داره. رژیم جمهوری اسلامی هم از همین نوع بدافزارها برای جاسوسی استفاده میکنه. البته این بدافزار پگاسوس یک نرم افزار بسیار گران قیمت و مخصوصی هست که یک شرکت اسرائیلی تولیدش کرده و به سادگی در دسترس همه افراد نیست و چون بسیار گرون هست جمهوری اسلامی فقط برای افراد خاصی ازش استفاده میکنه. ولی روش نفوذ به تلفن همراه چه آیفون چه اندروید بسیار ساده است اگر کسی این نرم افزار رو داشته باشه و تقریبا میشه گفت هیچ شانسی برای جلوگیری از نفوذ از طریق پگاسوس وجود نداره. و اما بازم تاکید میکنم که این پگاسوس فقط مخصوص افراد بسیار مطرح هست و برای افراد عادی از این نرم افزار جمهوری اسلامی استفاده نمیکنه چون بسیار گران قیمت هست. بدافزارها معمولا از طریق لینک های آلوده، ایمیل های فریب دهنده یا حتی یک اپلیکیشن ظاهرا معتبر نصب میشن. به محض نصب میتونن تمام داده های موجود در تلفن همراه شما رو به سرورهای جاسوسی ارسال بکنن. نرم افزارهای ایرانی، نرم افزارهای بانک‌های ایرانی و پیام رسان‌های ایرانی مثل بله و سروش و حالا فکر کنم اسنپ و یه سری نرم افزارهای دیگه که در داخل کشور برنامه‌ریزی و پروگرام شدند، اکثراً تقریباً به جرئت میشه گفت بیش از 95% از این نرم افزارها بدافزارهای جاسوسی جمهوری اسلامی روی خودشون کدهاشون هست و به راحتی به تمام سیستم تلفن شما دسترسی دارن. اگر به قسمت دسترسی های تلفن همراهش خودتون نگاه بکنید ببینید که این نرم افزارهای بانک یا نرم افزارهای دیگه مثل اسنپ و نرم افزارهای چت بله و سروش و اینها یا نرم افزارهایی که به ادارات پیشنهاد میکنن که شما باید اینو نصب بکنید، این وقتی میگه باید این رو نصب بکنید حتما یک دلیلی پشتش هست دیگه. برید دسترسی ها رو نگاه کنید ببینید به چه چیزی از تلفن شما دسترسی داره. چرا باید یک نرم افزار بانک به دوربین، میکروفون، موقعیت مکانی، به لرزش های تلفن شما، به همه چیز تلفن شما دسترسی داشته باشه؟ برای جاسوسی. نوع دوم هک حملات فیشینگ هست. حتی فیشینگ با ماهیگیری فرق می‌کنه، این با PH نوشته میشه. فیشینگ یکی دیگه از روش‌های رایج هک که طی اون مهاجم از طریق ایمیل، پیامک یا یک لینک جعلی سعی میکنه شما رو وادار به وارد کردن اطلاعات حساستون بکنه. فیشینگ
مثلا ممکنه به شکل یک پیامک از طرف بانک باشه که مشترک گرامی مثلا حساب شما مسدود شده، لطفاً روی این لینک کلیک بکنید و برید اونجا مثلا باز کنید. شما یه لینک رو باز می‌کنید، صفحه باز میشه، صفحه بسیار زیبا هم هست، اصلا کاملا شبیه صفحه واقعی بانک. میرید اونجا اطلاعاتتون رو وارد می‌کنید و از اون طریق هک میشه سیستمتون. یا مثلا یک پیامی برای شما میاد میگه که اکانت ایمیل شما، جیمیل شما مثلا مسدود شده، باید حتما این کار بکنید. یا اینستاگرام شما مثلا مسدود شده، شما باید از طریق این لینک بیاید اینستاگرامتون رو دوباره فعال بکنید. شما میرید میزنید اون لینک رو، صفحه اینستاگرام براتون باز میشه، همه چیز عین صفحه اصلی برنامه ریزی شده، با این تفاوت که اون قسمتی که شما یوزرنیم و پسوردتون رو وارد میکنید برای اینستاگرام نمیره، بلکه برای اون شخصی که شما رو میخواد هک بکنه میره و کاملا اون وقت خودتون با دست خودتون یوزر پسوردتون رو به اون هکر دادید. نام کاربری معمولا میخوان، رمز عبور میخوان، اطلاعات مالی بعضی وقتا ازتون مثلا حساب بانکی میخوان یا کد 3 رقمی پشت کارتتون رو میخوان. خیلی راحت به این مسائل، به این اطلاعاتتون وقت دسترسی دارن. این حملات همونجوری که عرض کردم با ارسال یک لینک شروع میشن، یعنی وقتی شما روی اون لینک کلیک میکنید به صفحه هدایت میشید که به ظاهر واقعی و معتبر به نظر میرسه که اگه اطلاعاتتون رو وارد کنید داده ها مستقیما به هکرها ارسال میشن. روش سومی که جمهوری اسلامی هک میکنه اپلیکیشن ها و شبکه‌های اجتماعی جعلیه. جمهوری اسلامی با ساخت اپلیکیشن های جعلی و حتی فیلتر شکن های مخرب سعی میکنه اطلاعات کاربران رو جمع آوری بکنه. این برنامه‌ها ممکنه به ظاهر مفید باشن اما در واقعیت دستگاه شما رو آلوده میکنن خیلی راحت. یکی از موارد شناخته شده هک از این طریق فیلتر شکن‌های رایگانی بود که توسط عوامل سپاه برای جاسوسی از کاربران درست شده بودند. این فیلتر شکن‌ها اطلاعاتی مثل فعالیت‌های آنلاین، موقعیت مکانی کاربران رو به رژیم ارسال می‌کرد. یعنی خود رژیم فیلتر کرده اینترنت رو، بعد فیلتر شکنی رو درست می‌کنه که شما مجبور باشید از اون استفاده بکنید تا به اطلاعات شما دسترسی داشته باشه. یعنی به تمام اطلاعات شما روی تلفن دسترسی داره. به همین دلیل از فیلتر شکن‌های شناخته شده استفاده بکنید و معمولاً اونایی که پولی هستن و سرورشون در داخل ایران نیست، پولی هایی که شما باید دلار پرداخت بکنید، سایت‌های معتبر، نه اونی که مثلا خدمات موبایلی به شما میگه بیا این حد مثلا به تومن پول میدید براتون فیلتر شکن نصب میکنن. اینا معمولاً این خریدهای تومانی که شما انجام میدید فیلتر شکن‌ها از طرف خود جمهوری اسلامی برای کنترل شما هستن. یا همونجوری که گفتم نرم افزارهای اپلیکیشن‌های پیام رسان جعلی مثل تلگرام 2 یا واتساپ طلایی، یا میدونید یک نرم افزاری به این شکل زیاد هستن، اکثرا جعلی خود جمهوری اسلامی هستن برای اینکه به تمام پیام‌های شما دسترسی داشته باشن. این تلگرام نمیدونم آبی یا تلگرام طلایی یا واتساپ طلایی 2 نفره فلان و بهمان 3 کاربره، اینها همشون تقلبی هستن و 99% خود جمهوری اسلامی اینها رو برنامه‌ریزی میکنه برای اینکه به اطلاعات شما دسترسی داشته باشه. یکی دیگه از روش‌های هک شدن شنود تلفنی و پیامکیه. این روش رو من قبلا توی یک ویدیویی توی همین کانال که بسیار هم پر بازدید هست قبلا توضیح کاملا مفصل توضیح دادم که به چه شکلی از طریق سیستم در واقع موبایلی جمهوری اسلامی میتونه مکان شما، تلفن همراه شما، تماساتون و پیامک های شما رو ببینه و حتی در واقع بتونه اکانت های فضای مجازی شما رو هم از این طریق هک بکنه. برید اون ویدیو رو حتما ببینید. روش بعدی نصب بدافزارها از طریق پیامک های آلوده است که بهش میگن اسمیشینگ. این روش مثل فیشینگ اما در قالب پیامک میاد، یعنی پیامک های حاوی یه سری لینک های آلوده هستن به گوشی شما ارسال میشه و شما رو به نصب اون بدافزار تشویق میکنه. به عنوان مثال یک پیام، یه هشدار امنیتی برای شما میاد از طرف یک نهاد دولتی یا بانکی و از اون توی این پیام به شما از شما میخوان که برای تایید هویت یا جلوگیری از بسته شدن حسابتون روی اون لینک کلیک بکنید.
که با کلیک روی اون لینک بدافزار نصب میشه روی سیستم شما و اطلاعات شما رو به سرقت میبرن. روش بعدی استفاده از آسیب پذیری از آسیب‌های در واقع از حفره‌های امنیتی سیستم عامل هست. گاهی اوقات هکرها از نقاط ضعف موجود در سیستم عامل‌های تلفن همراه برای نفوذ استفاده می‌کنند. این نقاط ضعف ممکنه حتی در نسخه‌های بروز نشده سیستم عامل‌ها وجود داشته باشه. مثلا برخی نسخه‌های قدیمی اندروید و iOS یک سری آسیب پذیری‌هایی بودن که هکر میتونست با بهره گیری از این حفره‌های امنیتی اطلاعات دستگاه رو بهش دسترسی پیدا بکنه. رژیم ها هم میان با شناسایی این آسیب پذیری ها حتی پول میدن به هکرهای چینی و غیره برای اینکه این آسیب پذیری های سیستم عامل ها رو شناسایی بکنن و بتونن از طریق این مشکلات سیستم عامل بتونن شما رو هک بکنن. حالا اینا روش های در واقع هک بود. حالا چجوری ما از هک شدن جلوگیری بکنیم؟ چه کاری بکنیم که هک نشیم؟ با روش‌های هک و اینا که آشنا شدید، باید یک سری راه‌های عملی و مؤثر هم برای جلوگیری از هک شدن در واقع بررسی بکنیم که خدایی نکرده به دردسر نیفتید و بتونید با خیال حالا راحت‌تر از حالت عادی در فضای مجازی فعالیت بکنید. ساده ترین روش هک نشدن نصب نکردن اپلیکیشن های مشکوکه. خیلی راحت. هیچ وقت اپلیکیشن هایی که از منبع ناشناس دانلود میکنید و نصب نکنید. این برنامه ها ممکنه بدافزار داشته باشن. همیشه از فروشگاه های معتبر مثل گوگل پلی یا اپ استور استفاده بکنید. یک سری من میدونم فروشگاه های اندرویدی هستن که نرم افزار میذارن، مثل بازار فکر میکنم، یا یک سری اپ های به این شکل هستن که نرم افزارهای تلفن رو برای شما میذارن که نصب کنید. میتونن اون هکر خیلی راحت نرم افزارهای تقلبی رو توی اون بازار میفروشه. یعنی ظاهرا همه چیز کاملا مشابه نرم افزار اصلی هست، اما توش یک سری کد مخرب هست که از طریق اون کدها به سیستم عامل، به سیستم شما، به تلفن شما وقت دسترسی دارن. پس همیشه سعی بکنید از خود گوگل پلی اصلی، نه گوگل پلی تقلبی یا اپ استور iOS استفاده بکنید و به اونجایی که کاربرها میان نظر میدن در مورد اون نرم افزار، حتما به نظرات و نقدهای کاربرها هم دقت بکنید. بعضی موقع اپی که توی اپ استور و گوگل پلی هست هم ممکنه مشکل داشته باشه و اونجا کاربرها میان مینویسن، زیرش کامنت میذارن که مثلا چرا این اپ به میکروفونشون ما دسترسی داره، چرا باید دوربین ما رو مثلا بهش دسترسی داشته باشه. از این طریق میتونید متوجه بشید که یک نرم افزار مثلا درست هست، امن هست، میتونید نصبش بکنید یا نه. روش دوم برای جلوگیری از هک شدن استفاده از VPN های امن و معتبره. VPN های معتبر و از پرداختی ها استفاده بکنید. سعی کنید از VPN های رایگان دوری بکنید. بسیاری از VPN های رایگان توسط عوامل جمهوری اسلامی ساخته میشن و میتونن خیلی راحت اطلاعات شما رو بدزدن. روش بعدی فعالسازی تایید 2 مرحله‌ایه. همیشه برای حسابهای کاربریتون تایید 2 مرحله‌ای رو فعال بکنید بدون استثنا. این کار باعث میشه که حتی اگر کسی رمز عبورتون رو داشت، بدون اون کد دوم نتونه وارد حساب شما بشه. اما اگر اون ویدیو قبلی که در مورد روش‌های شنود جمهوری اسلامی از طریق شبکه‌های موبایلی است، اگر اون ویدیو رو ببینید، توی اون توضیح دادم که پیام در واقع تایید 2 مرحله‌ای که برای شما SMS میشه رو رژیم میتونه بهش دسترسی داشته باشه، کافیه شماره تلفن شما رو داشته باشه. پس تایید 2 مرحله‌ای لزوما نباید شماره موبایلتون رو بهش وصل بکنید. خوبه، اما امنیتش پایینه. روش بهتری برای این هست، یک سری نرم افزارهای تایید 2 مرحله‌ای هستن. در همون ویدیویی که عرض کردم برید حتما ببینید. در آخر اون ویدیو این نرم افزارها رو توضیح دادم که چه برنامه‌ای هستن و به چه شکلی میتونید فعالشون بکنید. یعنی دیگه شما نیازی به پیامک SMS ندارید، بلکه از طریق اون نرم افزار برای شما اون کد رو تولید میکنه
و دیگه خیالتون راحت میشه که جمهوری اسلامی به هیچ کدوم از حسابهای شما نمیتونه دسترسی داشته باشه. روش بعدی که برای جلوگیری از هک شدن، به روز رسانی‌های منظم سیستم عامل و برنامه هاست. سیستم عامل و اپلیکیشن های تلفنتون رو همیشه آپدیت کنید. همیشه. یعنی هر 2-3 روزی یه بار برید نگاه کنید ببینید آپدیت جدیدی اومده یا نه. اگر بود آپدیت آل رو بزنید، همه رو آپدیت بکنید و نذارید نرم افزاراتون قدیمی بمونن. معمولاً اون دیولپر، اون کسی که نرم افزار رو مینویسه، این آپدیت ها رو الکی نمیده که هی مدام آپدیت میکنه. اون حفره های امنیتی که پیدا میشن رو میاد در نسخه جدیدش میبنده. پس همیشه آپدیت بکنید و همیشه تلفنتون رو به روز رسانی بکنید، هم سیستم عامل رو و هم نرم افزارهاتون. یکی از روش‌های دیگه که خیلی مهم هست استفاده از پیام رسان‌های امنه که باز هم توی اون ویدیو قبلی توضیح مفصل درباره این پیام رسان‌ها دادم، ولی اینجا خلاصش میکنم که حتما از پیام رسان سیگنال استفاده بکنید. نرم افزار سیگنال مسنجر یک نرم افزار بسیار امن هست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تا به امروز نتونسته بهش دسترسی داشته باشه. نرم افزار واتساپ متاسفانه بسیار امنیتش پایینه و جمهوری اسلامی به راحتی با دسترسی به یکی از سرورهاش در آسیا یا ایرلند که جمهوری اسلامی میدونم بهش دسترسی داره، میتونه تمام پیام‌های شما رو بخونه. پس از واتساپ استفاده نکنید، فقط برای تفریحات و پیام‌های عادی میتونید ازش استفاده بکنید. اما اگه فعالیت‌های سیاسی و میدانی میکنید، واتساپ رو حتی نصبش هم نکنید، روی تلفنتون نباشه. سعی بکنید از نرم افزار سیگنال استفاده بکنید. برنامه تلگرام هم خوب است اما نه آنجوری که سیگنال هست. یعنی اگر میخواید باید اون تایید 2 مرحله‌ای رو توی تلگرام هم فعال بکنید و یک سری تنظیمات امنیتی انجام بدید، ولی باز هم امنیت آنچنانی نداره چون سرور این نرم افزار توی روسیه است و میدونیم که روسیه و جمهوری اسلامی روابط بسیار خوبی با هم دارن و احتمال اینکه دسترسی به سرورهای تلگرام رو به رژیم بده هست. پس سعی بکنید از نرم افزار سیگنال یا نرم افزار تریما که یک نرم افزار پولی هست استفاده بکنید و امن‌ترین نرم افزاری که تا به امروز سیاستمدارها، سرویس‌های امنیتی و جاسوسی کشورهای مختلف استفاده میکنن از نرم افزار تریما استفاده میکنن، چون سرور نداره. یعنی هر پیامی روی تلفن ذخیره میشه و سروری در کار نیست و شما میتونید به راحتی و با خیال راحت ازش استفاده بکنید، اما پولی هست. عرض کردم فکر کنم 4-5 دلار پولش هست. اگر امکان تهیه نرم افزار تریما رو دارید اون رو استفاده بکنید. به هیچ عنوان از نرم افزار سروش یا ایتا استفاده نکنید. به هیچ عنوان. یعنی این نرم افزار حتی اگر روی تلفن شما نصب هم باشه ولی ازش استفاده هم نکنید، باز هم به تلفن شما دسترسی دارن، به تمام تلفن شما، به صفحه تلفنتون، به دوربین‌های عقب و جلو به صورت همزمان. یعنی شما تلفن توی دستتونه، توی خونتون رو دارن میبینن، خودتون هم دارن میبینن. به میکروفون شما دسترسی دارن، به تمام پیام‌ها، دیتاها، فایل‌ها، عکس‌ها و ویدیوهای تلفن شما از طریق نرم افزار سروش و ایتا دسترسی دارند. اینها رو نصب نکنید. کلاً نرم افزارهای ایرانی رو نصب نکنید. اگر کارمند دولت هستید یا مجبور هستید که نصب کنید، 2 تا تلفن داشته باشید. یک تلفنتون برای کارهای عادی و بانکی و دولتی و اینها و این نرم افزارها رو روش نصب کنید و اون تلفنی که سیستم‌های شبکه‌های مجازیتون روش نصب هست، به هیچ عنوان نرم افزارهای ایرانی رو روش نصب نکنید. روش بعدی محدود کردن دسترسی‌های اپلیکیشن هاست. توی تنظیمات امنیتی تلفنتون همیشه دسترسی‌هایی که اپلیکیشن‌ها به داده‌های شما دارن رو برید بررسی بکنید و اگر میدونید نیاز نیست محدودش بکنید. بسیاری از اپلیکیشن‌ها نیازی به دسترسی به دوربین یا میکروفون شما ندارن. پس دلیلی نداره که میکروفون و دوربین شما وصل روشن باشه، دسترسی داشته باشه. شما دلیلی نداره مثلا نرم افزار اسنپ
چه میدونم میکروفون شما فعال باشه. چرا باید 24 ساعت شما رو میکروفون شما رو پس زمینه گوش بده؟ یا نرم افزارهای دیگه، حالا چه میدونم برنامه‌ای که غذا سفارش میدن، چرا باید به دوربین شما دسترسی داشته باشه؟ برید توی تنظیمات و اینها رو، برنامه‌ای که میدونید نیازی نداره به اون دسترسی رو قطع بکنید و خیالتون راحت تر میشه. روش بعدی استفاده از آنتی ویروس و نرم افزارهای امنیتیه. یک نرم افزار آنتی ویروس معتبر رو روی تلفن خودتون نصب بکنید تا جلوی بدافزار و حملات فیشینگ رو بگیره. نرم افزارهایی مثل نورتون، بیت دیفندر، کاسپرسکی گزینه‌های مناسبی هستند. و اینکه مراقب حملات فیشینگ و اسمیشینگ باشید. همیشه پیام‌ها و ایمیل‌های مشکوک رو خیلی با دقت بررسی بکنید. هرگز لینک هایی که از منابع آشنا یا ناشناس دریافت میکنید و باز نکنید و اگر باز کردید اطلاعات حساس خودتون رو وارد نکنید. سعی بکنید به هیچ عنوان لینکی رو باز نکنید. حتی اگر دوست شما فرستاده بهش پیام بده، بگید این چیه؟ چرا برای من فرستادی؟ مطمئن بشید که اون لینک درست هست و بعد روش کلیک بکنید. یعنی سعی بکنید اصلا به چشم منفی همیشه نگاه بکنید. هر لینکی برای شما اومد، اول با این تصور که این یک لینک مخرب هست بهش نگاه بکنید و بعد فکر بکنید بگید اوکی شاید مثلا آشنایی یه چیزی میخواد برای من بفرسته. خیلی مواظب باشید. نکته بعدی حذف اپلیکیشن های غیر ضروریه. هر برنامه‌ای که بهش نیاز ندارید رو حذف بکنید. این کار ریسک هک شدن رو میاره پایین. یعنی احتمال این که یکی از اون نرم افزارهایی که حالا شما کمتر ازش استفاده میکنید و توی پس زمینه داره تلفن شما رو شنود میکنه رو حذف بکنید، احتمالش بالاست. پس برید اونها رو حذف بکنید. همچنین وقتی که نرم افزاری که ازش استفاده نمیکنید رو حذف میکنید، حافظه تلفنتون آزاد میشه و جای بیشتری داره. پس دوستان عزیز، امنیت دیجیتال یکی از چالش‌های زندگی در دنیای امروزه، به ویژه توی کشورهایی مثل ایران که حکومت‌ها از ابزارهای مختلف دیجیتالی برای سرکوب و نظارت مخالفین خودش استفاده می‌کنن. همونطور که توی این ویدیو عرض کردم، جمهوری اسلامی از روش‌های پیچیده‌ای مثل بدافزارها، شنود و حملات فیشینگ برای نفوذ به دستگاه تلفن همراه استفاده می‌کنه. اما خوشبختانه با آگاهی و رعایت نکات ایمنی که اینجا گفته شد، میتونیم از اطلاعات خودمون محافظت بکنیم و جلوی دسترسی‌های غیر مجاز رو بگیریم. نکته پایانی این که آگاهی مهمترین سلاح شماست. اگر بدونید که چطور هکرها و عوامل رژیم تلاش میکنند به اطلاعات شما دسترسی پیدا کنند، به راحتی میتونید از خودتون محافظت بکنید و هیچ وقت امنیت اطلاعات خودتون رو دست کم نگیرید و همیشه نسبت به تهدیدات دیجیتال آگاه باشید. امنیت رو در اولویت قرار بدید. رعایت نکات امنیتی و استفاده از ابزارهای محافظتی مثل نرم افزارهای آنتی ویروس، پیام‌رسان‌های امن و VPN‌های معتبر به شما کمک میکنه تا از حملات احتمالی جلوگیری بکنید. مراقب اطلاعات شخصی و حساس خودتون باشید. هیچ وقت هرگز اطلاعات حساس و شخصی خودتون رو به راحتی در دسترس دیگران قرار ندید و از روش‌های ایمن برای انتقال اونها استفاده بکنید. به دیگران هم آموزش بدید. آگاهی از این مسائل فقط برای شما کافی نیست. هرچه تعداد بیشتری از افراد نسبت به این تهدیدات مطلع باشن، هکرها و عوامل سرکوب کمتر میتونن موفق بشن. بنابراین این اطلاعات رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. در پایان امیدوارم که این ویدیو به شما کمک کرده باشه تا درک بهتری از روش‌های هک جمهوری اسلامی و نحوه مقابله با اونها رو پیدا بکنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، حتما اون رو با دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید و نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. منتظر سوالات و پیشنهادات شما هستم. یادتون نره، امنیت شما در دستان خود شماست. پاینده ایران، جاوید شاه.